شد و صدها نفر برای تصرف کاخ نخست وزیری رفتند و با پلیس درگیر شدند. شبه نظامیان مسلح وابسته به حزب المستقبل به ریاست سعد حریری نیز با حضور مسلحانه در برخی مناطق جاده ها را بستند. مراسم تشییع جنازه وسام حسن رئیس دایره اطلاعات سازمان امنیت لبنان که 2 روز پیش در جریان انفجاری در شرق بیروت کشته شد، عملاً به میتینگ مخالفان نظام سوریه و دولت لبنان تبدیل شد. مراسم امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و ارتش در اکثر خیابان‌های بیروت مستقر بود. در این مراسم که با شعارهای ضد سوریه طرفداران جریان 14 مارس پیگیری شد، فؤاد سنیوره نخست وزیر سابق لبنان با سخنان تندی این مراسم را به تشنج کشید. پیش از سقوط کابینه هیچ گفتگویی نداریم. میقاتی دیگر نمیتواند در سمت نخست وزیری باقی بماند و بقای او در این سمت به معنای موافقت با این ترور است. به دنبال این سخنرانی هزاران نفر از طرفداران جریان المستقبل به سوی ساختمان نخست وزیری هجوم بردند. نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور مانع از ورود معترضان به داخل ساختمان نخست وزیری شدند. لحظاتی پس از تشنج اوضاع در اطراف ساختمان نخست وزیری، سعد حریری رئیس جریان المستقبل در ارتباطی تلفنی از پاریس از حامیان خود خواست تا به خانه بازگردند. إلى ذلك وإذا كان علينا أن نقتضي بشيء في هذا المجال. ما طرفدار خشونت نیستیم، بلکه خواهان اسقاط صلح‌آمیز کابینه هستیم. هرچند همکنون درگیری‌ها در اطراف کاخ نخست وزیری پایان یافته، اما شبه نظامیان مسلح وابسته به جریان المستقبل با بستن راه‌های ارتباطی بیروت با جنوب لبنان و ضرب و شتم آبران اقدام به تخریب خودروهای مردم می‌کنند. راه‌های ارتباطی بیروت به شرق و شمال لبنان همچنان مسدود است. از شهر طرابلس هم خبر میرسد درگیری‌های مسلحانه میان دو منطقه باب التبانه و جبل محسن از سر گرفته شده است. محمد رضا طلاجوران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیروت. خب ارتباطی داریم با بیروت تا ببینیم اوضاع اکنون چطوره. آقای طلاجوران سلام، اوضاع در اطراف کاخ نخست وزیری لبنان به چه صورته؟ تلاش طرفداران 14 مارس برای اشغال ساختمان نخست وزیری بفرمایید که تا حالا به کجا رسیده؟ در ضمن از درگیری در دیگر نقاط لبنان هم اگر خبری دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. از مقابل کاخ نخست وزیری لبنان خدمتتون گزارش می‌کنم. متأسفانه به دلیل کارشکنی‌هایی که ایستگاه ارتباط‌رسی شبه نظامیان جریان 14 مارس تو مسیر برای ما ایجاد کرد، موفق به ارتباط تصویری نشدیم. همونطور که تو گزارش خدمتتون عرض کردم، در حال حاضر آرامش نسبی در اطراف کاخ نخست وزیری حاکمه، اما راه‌های ارتباطی مناطق مختلف بیروت به ویژه شمال این شهر با جنوب اون کاملا قطع. گفته میشه که تک تیراندازان در ساختمان‌های اطراف بزرگراه‌های این مناطق در واقع مستقر شدن. راه‌های بیروت با شمال، جنوب و شرق لبنان کاملا قطع شده. شبه نظامیان وابسته به جریان 14 مارس اقدام به ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی کردن و اوراق هویت سرنشینان خودروها رو چک می‌کنن. آخرین آمارها که از این است که درگیری‌ها و نارامی‌های عصر امروز دست کم 10 مجروح بر جای گذاشته و در حال حاضر امکان تردد در مناطق مختلف بیروت میسر نیست. بله آقای طلاجوران، واکنش‌ها به درگیری امروز چی بوده؟ مقامات لبنانی چه کار میکنن؟ البته جریان 14 مارس که بعد از سخنرانی ترامپ سنیوره تدارک حمله به کاخ نخست وزیری رو دیده بود، بعد از در واقع تشدید تنش‌ها از مواضع خودش عقب نشینی کرد و همونطور که در گزارش دیدی اونها عنوان کردن که از مردم خواستن و طرفدارانشون خواستن که به خانه‌ها برن، اما این رو در واقع موضوع نوعی توضیح نقش توصیف کردن محافل سیاسی، چرا که اندکی بعد خالد الظاهر از مسئولان حزب المستقبل تهدید کرد که اونها آماده هر اقدامی هستند. در این حال وزیر آموزش و پرورش لبنان
فردا مدارس و دانشگاه‌های لبنان رو دایر اعلام کرد و اعلام کرد که اوضاع عادی و مدارس باز خواهد بود. مفتی اهل سنت لبنان این اقدام طرفداران جریان 14 مارس در حمله به نخست وزیری به شدت محکوم کرده و